واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله ثم توفی كل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون. الله میگه بترسید از اون روزی که به سوی الله بازگردانده میشید، بازپس گردانده میشید. بعد از این الله هر یک انسان هر عملی که در این دنیا انجام داده با پررگی به او باز میگردونه. روز قیامت هر عملهای خوب کرده باشیم خوب، اگر ناخوب باشه خدای نخواسته باز برای ما الله یک ذره ظلم نمیکنه. یک مثقال ذره، یک وزن ذره خردکه که چقدر سبک است به مقدار همون ذره الله به ما ظلم نمیکنه. اما عملهای ما از مکافات یا عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو ز جو. این چونین گفته است پیری معنوی، ای برادر هر چی کاری بدروی. و همین خاطر این قبرستان برای مرده ها نیست، مرده ها جاشون میرن میگیرن، اما این برای ما و شما عبرت است. رسول اکرم علیه السلام میگفتن که من شما را از زیارت قبرها من میکردم، الان آگاه باشید که زیارت بکنین، زیرا که آخرت به یاد شما میاره. مسئله نماز، مسئله روزه، مسئله همه امرهای شریعت، مسئله ستر و مسئله هر یک کاری که رضای الله در اون است کوشش بکنیم. فرق نمیکنه که ما در افغانستان، تاجیکستان یا که اروپا و امریکا، در هر کجایی که باشیم. الان من چند قبر نظر میکردم، جوانای 20 ساله، 30 ساله، 35، 40 ساله، الان وقت جوانیشان، وقت شکوفته جوانیشان رسیده، مرگ اونا را گرفته بود. این اجل رحم ندارد گر پیرستی یا جوان، مهلتت بود شد که رفتی داد از دست اجل. هر یک پیغمبر را میبینی، هر یک حاجی و ملا صاحبا را میبینی، هر یک نفری که هیچ نداشت، زیاد مقصد دست خالی بود، همه زیر خاک. کودکا و طفلا را میبینی یک روز و یک ماه و چند روز و چند سال در این دنیا حیات گذراندن، میریم پیش الله. و همون خاطر وقت شما را زیاد نمیگیریم، کوشش کنیم که برای آخرتمون آمادگی ببینیم. و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق و اکن من الصالحین. الله میگه شما انفاق کنین که پیش از اون که مرگ به سراغ شما بیاید، بعد روز برسه که انسان بگه که یا الله مرا باز یک لحظه به دنیا بازگردان که صدقه بکنم. انسان آرزوی زیاد میکرد است که ای کاش من یک لحظه در دنیا باز پس بگردم که یک پیسه در راه الله انفاق کنم که به درد ما بخوره در اون قبر.